بینندگان عزیز سلام. برنامه اخبار آزادی است و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. در برنامه امروز جمعه 8 مارس این موضوع ها را داریم. فشار از خشونت. برخی از زنان تاجیک 8 مارس روز مادران را نیز در پناهگاه جشن میگیرند. در حکومت میبریم ما هم را آگاه میکردیم که زن روحاً بهت در خطر است و با او یاری رساند. محاکمه دو افسر که احتمالاً خنک نظری آنها باعث کشتار هویدای 5 ساله گشت در سرپ و خوابای روسیه شروع شد. محض همین افسر برای صادر شدن این جنایت باعث شده است اگر او لباس کارمند پلیس را به بر کرده سری وقت به عرض ساکنان واکنش میکرد این جنایت رخ نمیداد. شراف‌الدین گدایف ادعا دارد که برای نجات جانش مجبور بود با سناریوی آدمربایان کار کند. امروز 8 مارس در سراسر جهان روزی بین‌المللی زنان تجلیل می شود. در این روز ساکنان در تاجیکستان با تحفه ها و سخنهای نیک به تبریک بانوان میشتابند. اما یک طایفه زنها از این گونه لطف و مهربانی محرومند و بنابر آزار و اذیت از خانواده هایشان فرار کرده عین زمان در پناهگاه زندگی میکنند. همکارمان زرانگیزی نوروزشاه به چنین یک پناهگاه در ولایت ختلان رفته این گزارش را تهیه کرده است که حال آن را با هم میبینیم. شوهرم با 3 تا کودک مای دستم کشید گرفت و از خانه زده پیش کرد. برو آمدم گفتم کودکم کتی خمه رفته در او آوی کنم. در آخرین لحظه زن با او سراغه پناهگاه را داد که زنان زیر خشونت را پرستاری میکند. این زن 45 ساله همراه با کودکش به اینجا مراجعه کرد. اکنون عید مادران را در همین پناهگاه میگذراند. شوهرم من که خانشین که هستم با دیگر زن یافته است و زن قطعی زندگی میکنم گفته من زده فقط پیش میکند که تو برو مادر را من که صاحب ندارم به صاحبم در کوچه موندم قطعی کودکی مایدم. قربانیان شکنجه تا زمان حل مشکل در اینجا پناه میبرند. موجوده شریف و رهبری مرکز بحرانی در ختلان میگوید چند سال پیش وقتی یک قربانی خشونت خانوادگی را بعد صحبت با متخصصان به خانه برگردانیدند از طرف شوهرش کشته شد. این یک تکانی بزرگ برای هر یک کارمند ما بود که باید ما بسته این مرکز دستگیری رو کشویم چون که ما اصلا مرکزهای بحرانی یکی از فعالیتاش این مرکز دستگیری است یا که پناهگاه است. هر یک مرکز بحرانی باید این چیزا داشته باشد. پس ما میدیدیم که وضعیت زن بیزی بس ما کوشش میکردیم رو به خونه‌اش روانه میکردیم. ما میبردیم خانه های خود ما کوشش میکردیم خیش تبار شه. ما همه تمام در حکومت میبریم ما همه را آگاه میکردیم که زن روحاً بهت در خطر است و با او یاری رساندن. این اتاق خواب زنان قربانی خشونت خانوادگی است. طوری میبینید از رخت خواب و یک جیوان عبارت است. همچنین در این خانه آنها میتوانند برای خود در آشخانه خوراک پزند و همچنین یک اتاق دارند برای بازی کودکانشان. مسئولین این پناهگاه میگویند اکثر این زنان همراه با 2، 3 و حتی 4 نفر کودکان در این خانه پناه میبرند و همینطور این زنان امکان دارند مدت 14 روز در این خانه با روانشناسان و حقوق شناسان کار کنند و در همین شرایط زندگی کنند. بعدا اگر امکان پیش اومد طور مسئولین میگویند اونها میتوانند باز بیشتر هم بمانند. در 3 سال فعالیت پناهگاه حدود 70 زن در حالتهای دشوار در این مکان زندگی کردند. سراغه پناهگاه زنان در ختلان بجز از مسئولین حکومت و پلیس ها به کسی معلوم نیست. به گفته موجوده شریف و در این مدت مسئولین مرکز بحرانی در همکاری با مقامات و پلیس کوشش میکنند با شوهر و خانواده زن صحبت کنند و راه برای مشکل او پیدا نمایند. زنک میگه که اگر شوهرم دیگرگون شد من میخوام زندگی کنم چون که من 4 فرزند دارم مثلا 5 فرزند دارم من به خاطر فرزندم ولی در او خونه که از خشونت زندگی کردن نمیتونم میخوام که شوهرم دیگرگون شود. آید حق حقوق خودم من فهمیدم که چیکار کردن در سعادت میگوید با وضعی که حالا او دارد زندگی در پناهگاه برای او بهتر از خانه و جای دیگر است. او باید در این مدت برای ادامه زندگیش تصمیم بگیرد. میخواهد با کمک حقوق شناسان برای گرفتن کودکان و حق خود تلاش کند. در تاجیکستان 8 مارس روز تعطیلی رسمی است. با استفاده از این فرصت ما نیز تمام زنان و بانوان و مادران را در تاجیکستان به این جشن تبریک میگوییم و برایشان تمام خوشی‌های زندگی را آرزو میکنیم. در شهر سرپ و خوابای روسیه دادگاه سنه برگزاری مرافعه الکساندر سیامین گمانبر به قتل هویدا تیلازاده را تعیین کرد.
همزمان در رابطه با قتل این طفل 5 ساله تاجیک پرونده 2 نفر کارمند پلیس روسیه نیز به دادگاه رفت. وکیلان مدافع میگویند اگر کارمندان پلیس به عرض ساکنان بی‌اعتنایی ظاهر نمی‌کردند از کشتار هویدا پیشگیری کردن ممکن بود. کیومرثی عطا موضوع را ادامه می‌دهد. سنه مرافعه دادگاهی الکساندر سیومین نفری متهم به قتل هویدا طلازاده معین شد. تحقیق پرونده قتل هویدا طلازاده کودک 5 ساله تاجیک که در ناحیه سرپخوی روسیه کشته شد پس از 9 ماه به انجام رسید. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا طلازاده روز 8 مارس از شهر سرپخوی روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت مرافعه دادگاهی الکساندر سیومین روز 22 مارس برگزار خواهد شد. در قضیه قتل هویدا طلازاده بر ضمن الکساندر سیومین 2 افسر میلیسای ناحیه سرپخو هم جوابگر شدند. آنها برای سهلنگاری در اجرای وظیفه متهمند ولی پروندهشان از پرونده الکساندر سیومین جدا است. روز 7 مارس مرافعه گیورگی کوزنتسوف یکی از ناظران منطقوی شروع شد ولی به خاطر آنکه وکیل مدافع او بیمار است مرافعه تا سنه 2 اپریل موقوف گذاشته شد. گیورگی کوزنتسوف در آن متهم شد که نسبت به شکایت‌های قبلی ساکنان در مورد توجه ناسالم سیومین به کودکان و نشان دادن آلات مردیش در کوچه خنک نظری کرده است. کوزنتسوف اظهار داشته است که در سراغ نشان داده ساکنان کسی را پیدا نکرد. پس از این مرافعه کوتاه روز پنجشنبه 7 مارس دگیر خساو وکیل مدافع عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا در حضور خبرنگاران چنین گفت: محض همین افسر برای صادر شدن این جنایت باعث شده است. اگر او لباس کارمند پلیس را به بر کرده سری وقت به عرض ساکنان واکنش میکرد این جنایت رخ نمیداد. من با پرونده شناس شدم و او گزارش دروغین پیشکش کرده است که برای باز کردن پرونده اساسی نیست چون که گویا او به این آدرس حاضر شده است اما این شخص را پیدا نکرده است، در حالی که ساکنان بینا به واسطه به سیومین انگشت اتهام دراز کرده بودند و سیومین را همان زمان میشد دستگیر کرد. هویدا طلازاده زاده شهر کلوب روز 22 ایول سال 2018 در نزدیک خانه‌شان از میدانچه بازی در شهر سرپخو ناپدید شد و جسد او را روز دیگر در بالخلطه ورزشی در نزدیک راه آهن پیدا کردند. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را تکان داد و بعد آن سردار ریاست کارهای داخلی سرپخو نیز از مقامش برکنار شد. والری پوچکوف که سابقه 25 ساله کاری در نهادهای وزارت امور داخلی روسیه را دارد ماه اوت سال 2016 سردار ریاست منطقوی پلیس سرپخو تعیین شده بود. بیننده عزیز، گزارشی که حالا تماشا کردید با کمک شما نوار برداری و تهیه شده است. کاربران گرامی آزادی ویدیو جایز به تاکید است که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می‌خواهید خبر و عکس و نوار فرستاده شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. +420 724 05 66 81. در صورت دریافت مواد از شما ما حتما تماس میگیریم. شرافالدین گدایف یکی از فعالان مخالفان در خارج گفت که دادستانی هلند در رابطه با قضیه در مسکو ربوده و به تاجیکستان برده شدن او پرونده باز کرده است و تحقیق را ادامه می‌دهد. او روز 7 مارس در آمستردام با خبرنگاران رادیوی آزادی خرامان بقازاده و مومین احمدی گفت در روسیه نیز وکیل میگیرد و مقامات آن کشور را نیز به چالش میکشد. من بسیار کسا رو دیدم و فعلا من نمیتونم نام آنها رو گیرم ولی من گفتم میتونم که تفتیشاتی که در هلند شروع شده است تفتیشات باید که شخصانی که در این جنایت بین‌المللی دست داشتن و حکومت تاجیکستان و شرکت سامان علی آنها تفتیشات هلند میتوند این اعلام کند. یعنی شما آماده بودید در ذهنتون که همین گونه حالت میشود؟ من ویدیویی که گذاشته رفتم این آمادگی من در 3 حالت بود. آمادگی من در حالت دزدی، آمادگی من در حالت کشتن، آمادگی من در حالت گم شدن. شما نمیترسیدید که نه من عموما نمیترسیدم شما رو میکشن یا نه من اصلا از این نمیترسیدم به خاطری که من پیشکی وقتی ثبت کردم ویدیویی که پیش از سفرم من آماده بودم که شاید این حالت دروغ داد چون تجربه روسیه رو همه ما تاجیکا داریم. در ادامه مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گدایف گفت بعد آنکه به دوشنبه رسیدند او را از فرودگاه به تهخانه ریاست کافتوکاب جنایی وزارت کارهای داخلی بردند. بختیار نظرов آمد 3 پیشنهاد کرد که این 3 پیشنهادش همون به مثل که خیلی چگونه که دزدیدن آوردن لطو کوب کردن
با همین مانند بود که چی پیشنهاد این پیشنهاد بود که کسی نمیدونه شما در دوشنبه هستید، ما میتونیم هر اخباری که لازم است گیریم با طریق شکنجه و شما رو میکشیم. دومین پیشنهاد این که شما اگر بسیار رحم کنیم این 25 سال است و وگرنه ما زندان یک عمر میکنیم و دیگرم که همکاری میکنی و مقابل اپوزیسیا کار میکنی. شما چطور در همون لحظه ها تصمیم گرفته میتونستید که بعد از اون میبرایم شاید آزاد میشوم و امکان پیدا میکنم؟ یعنی در همونجا هم فکر میکردید که شانس برای رها شدن شما هست؟ وقتی که من با گنرال ها صحبت کردم و میدونید من چی به یادم زد، اون چیزی که ایام‌الدین یکی سابق اعضای نهضت یا این پایه‌گذار اعضای نهضت میگفت اون چیزا رو تکرار میکردن این گنرال ها. وقتی که اون چیزا رو تکرار میکردن من فهمیدم که رژیسورای اون سناریوها اینها هستند و فهمیدم که این یک بازی است و من نقشه کشیدم که اگر که آزاد شدن من زود نشود شاید تا دوره این بازی تا دوره کنفرانس ورشاوا رود. در ورشاوا میتونم که این همین اگر رژیسور باشم با همین رژیسور میتونم من ورشاوا روم در ورشاوا اعلام کنم که من در همین قدر وقت در کدام حالت قرار داشتم. اما یک مسئله باز هم در ذهن شاید ناظران تمام این قصه های شما میچرخد که تا کجا همپیمان های سابق شما در مخالفین در هیئت مخالفان حالا هم به شما اعتماد دارند؟ فکر نمی کنید که بعد از اون چی که گذشت، بعد از اون که شما رفتید و با روسیه صحبت کردید و از این چیزا، همین چیز به اعتماد نسبت شما تاثیر منفی میرسوند؟ نه اصلا من همپیمانان سابق ندارم. همه همپیمانان من بودن، هستند و میمونند. هیچگاه من با همپیمانانم باور دارم، با اونهایی که من کار میکنم باور دارم، آنها با من باور دارند. من هر کاری میکنم برای وطن و ملت آینده تاجیکستان میکنم. هیچ آنها میدونند که من هیچ کاری بر ضرر نه همپیمان نه بر ضرر نه وطن و نه ملت من نمیکنم. من هیچگاه با هیچ کس خیانت نکردم و خیانت در وجود و در خون و پوست من نیست. حالا شما خود را عضو پیمانی؟ بله من عضو پیمان ملی تاجیکستان هستم و همزمان سابق هماهنگسازی جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستم. سابق و اعضا هستم در این گروه. خب در همین پیمان طور ما میفهمیم چندین گروه سیاسی شامل هستند. چند گروه هستند؟ اینا چی ساختار هستند؟ هدفهای شما چی است؟ هدفهای ما اصلا این است که تاجیکستان باید یک جامعه دموکراتی و دنیوی باشد و همه حقی برابری حقوقی داشته باشند، همه در نزد قانون برابر باشند. بینندگان عزیز، مصاحبه اختصاصی رادیوی آزادی با شراف‌الدین گدایف را در شکل مفصل در سامانه www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید تماشا کنید. قربانشاه الچیبویف، بیناکاری که از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه افتاده بود، در بیمارخانه از عالم درگذشت. از 8 نفری که در محل ساختمان مسجد بزرگ دوشنبه از گنبد کلان آن به زمین افتاده بودند، این دومین نفر است که از عالم درگذشت. قربانشاه الچیوی 38 ساله ساکن ناحیه درواز می باشد که ششم مرد در محل زیستش دهه دروبک به خاک سپرده شد. نورعلی قربانوف، مدیر شعبه جراحی عصبی مرکز ملی طبی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت الچیف از سرش جراحت برداشته، هر مغزش آسیب دیده بود و با همین جراحت درگذشت. قربانی دیگر این حادثه دولتشاه یوسپوف ساکن 60 ساله ناحیه رودکی شام 27 فوریه در شفاخانه قریه بالا به هوش ناآمده درگذشته است. به گفته طبیبان جگر یوسپوف بر اثر افتیدن به زمین کفیده بوده است. اکثریت افراد سرازیر شده از بلندی حدود 30 متر در بینای مسجد کارمندان شرکتی ساختمان می باشند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. اخبار و گزارش‌های بیشتر در وبسایت www.azadi.org و کانال آزادی ویدیو در صحیفه اجتماعی یوتیوب دسترس شما است. روزهای استراحت خوب داشته باشید. خدا حافظی هر یک شما.